به نام خالق به همتا. شکرگزاری چیست؟ شکرگزاری یعنی قدردانی قلبی و ذهنی از نعمتها، خوبیها و لحظات مثبت زندگی. یعنی آگاهانه توجه کنیم به چیزهایی که داریم و بابتشان حس رضایت و سپاس در دل ما ایجاد کنیم. چی بزرگ باشن، چی کوچک. مثلا وقتی صبح از خواب بیدار میشیم، به جای خورد زدن بابت کم خوابی و یا هم شکایت کردن، باید ما بگوییم که خدایا شکرت که بیدار شدم و یک روز دیگه زنده هستم و فرصت دارم که زندگی بکنم. این یک شکرگزاری عادی اما بسیار عمیق است. پس شکرگزاری میتونه به چند شکل باشه. یکی زبانی، گفتن شکر، خدایا شکرت یا ممنونم پروردگارا، این شکرگزاری زبانی است. دو، قلبی، احساس عمیق رضایت و قدرشناسی درونت. شکرگزاری قلبی یعنی قدردانی واقعی و عمیق که از درون قلبت میایه، نه فقط گفتن یک جمله ساده با زبان. وقتی واقعا چیزی را از ته دل درک میکنی و بابتش احساس رضایت داری و آرامش داری، او میشه شکرگزاری قلبی. و سومش هم عملی. با کار و رفتارتان باید نشان بدین که قدر تمام نعمتهای خود را میدانین. مثلا مراقبت از سلامتت یا کمک کردن به دیگران، این یک نوع شکرگزاری و احساس رضایت است. در واقع شکرگزاری یک نوع تمرین ذهنی است که کمک میکنه چشم ما به زیبایی ها باز شود و دل ما آرامتر شود. شکرگزاری یک معجزه را در زندگی ما ایجاد میکنه. چه قسم؟ معجزه شکرگزاری یعنی تمرکز به تمام نعمت‌هایی که داریم و قدردانی واقعی از آنها. این کار تاثیر عمیق روی ذهن و احساسات و حتی زندگی ما داره. وقتی شروع میکنی به سپاسگزاری و شکرگزاری از خالق بی‌نیاز، این یعنی تو دنیا را دیگه به سختی و به تاریکی نمیبینی، چون تمرکز تو روی داشته هایت است، نه نداشته هایت. چند تا از اثرات معجزه آسان شکرگزاری ای است که یکی افزایش حس خوشبختی و آرامش ذهن است. وقتی بابت چیزهای کوچک و یا بزرگ زندگی ما شکرگزار باشیم، ذهن ما به جای استرس و کمبود پر از رضایت میشن. دو، جذب نعمت‌های بیشتر. قانون جذب میگه وقتی بابت چیز قدردان باشی، شکرگزار باشی، کائنات و یا ما به الله، به پروردگار خود ایمان داریم، الله امو کائنات را امر میکنه که بیشتر از او برات بده، بیشتر از امو برات بیاره. وقتی تو یک چیز خرد داری، یک چیز کم داری و در مورد از او شکرگزار هستی و شکر میکنی به خاطر داشتنش، پس او افزایش پیدا میکنه. و سوم، بهبود روابط. وقتی از آدم ها قدردانی میکنی، روابطت عمیق‌تر و گرمتر میشن. وقتی احساس آرامش داری و شکرگزار هستی، پس از چی بهتر؟ 4، کاهش افسردگی و اضطراب. وقتی ما شکرگزار باشیم و تمرکز ما روی نکات مثبت باشه، پس افکار منفی کم میشن، حتی کم رنگ میشن، تا کلا زندگی ما پاک میشن، چون حس قدرت و کنترل داریم. 5، تحول در دیدگاه و نگرش. یعنی چی؟ به جای گله‌مندی و یا هم همیشه شکایت کردن، تبدیل میشی به یک کسی که زیبایی ها را در ساده ترین چیزا میبینه. نه که خب که هست، خب که چی؟ نه، باید در کوچکترین چیزا، در ساده ترین چیزا احساس خوشبختی و احساس خوشی کنیم و شکرگزار باشیم. پس ما باید هر روز که از خواب بیدار بشیم تا آخر هم روز همیشه شکرگزار باشیم. ولی شکرگزاری ما وقت از خواب بیدار بشیم این باید باشه که شکر که بیدار شدم، شکر که زنده شدم. خب تصور کنین خواب مثل یک مرگ است، مثل مرگ است. با او دلیل بیدار شدن هم مثل زنده شدن است. پس فکر کنین کسایی هستن که صبح دیگه بیدار نمیشن، کسایی هستن که صبح بیدار میشن اما در شفاخانه هستن، کسایی هستن که صبح بیدار میشن اما در زندان هستن، کسایی هستن که صبح بیدار میشن اما یک سقف بالای سر خود ندارن، و یا هم انسانایی هستن که چیزی به خوردن ندارن، انسانایی هستن که اعضای فامیل خود از دست دادن، کسایی را که دوست دارن از دست دادن.
پس ما باید به ذره ذره نعمات زندگی ما شکر گزار باشیم. شکر برای همه چیز. ممنون. الله حافظ.